Kimsha? Ana dedi. Ece ana cebı çar. Ana cebı çar cebra fakora bxo. خدا بگیره تا میمون یا قصه به خود رم بزیچه بزنیم زنده باشه سربلند باشه یا گودا که 5 ساله میاد تنه طرف داداش میگه دادا جون خب در باغ گل دیدن اسمه ترشیم با چای بابی کار کچه و سرگردار یک ساقه تو ساقه همسایگی شوی ای به نمیدونی چیکار؟ بزا کشتی بزا کشتی این بزا کیر زدم اینجا بیا لما من قطعت سلام کنم یا نکنم Здравствуйте. Здрасте. آخه بابا جان دست میدن یا بگون که همین بزا مازاش گریختن تو گوش کن یک ماشینی آپل خشی بگن که 22 شانده رقمای دولتش در پشت خونه ما التماس ماشین که بگیرم ماشین رو برون خونه تر خیلی ستن چای بگم این انگوریایی بیچاره بعد معاش نکن نمیزی بتخواه این انگوریایی نه ایچه این قصیره قصیر؟ 3 سالشی نمیزویم توبه کنم نخود تاکره یک کلک کار میکنه چی با؟ و تاکه بخدا؟ چای این تاکه؟ ولی همین نره گوش کن چه این بزا چون ده هوتای من میبندی بابا جان همین بزا مزاش نیست خیلی با مزاش نیست چی تو همین بزا ما بالیسا بردم بکشش چی بزا بالیسا بردم دکترها دیدن گفتن که مزاش نیست این اگه اونجا علف دارده ببند بچاره ساز میشه و خونش کم بده خونش کمه؟ حالا با جورا طرف یولو رو نگاه کن که ها دورتر آخی خونه همسایه رو نگاه کن نزدیکتر گفتم بیار همین خونه همسایه رو ببندم چگی خای کجا بردی شما بعد آوردم همین هتای تو علفا بوده گفتم خیر خونه همین همسایه داره همسایه چی در کنه جنگجویان بزنم بچاره بخدا یکی سال تو ساقه آدمگری شای بزرگ مرداش نبودو گرفتی دختر بردی دختر که خونش کمای در یکون جای سر علف بندو تو در کجا بستی بزن هتای شما دارین علفا کنی می بخشیده که هتای که ده این هتای ما بطیره پلیکلینی که یک ساقه آدمگری شای بگی بسته گم که نه شرگی سرین چه بکن ای بابی بگی گم که یک گوده که 5 سال یک گوده که 5 سال اومد میدونی چی گفت گوده که 5 سال اومده طرف داداش که دادا جان گفته لب بای بچم گفته که همین آدم ای چی پیدا میشه بعد داداش گفته که بچم آدم پیدا میشه بعد گفته چی به دروغ میگی گفته آخه بچم چی خیلی من دروغ گفتم گفته چی به اوچا میگه که آدم ای میمون پیدا میشه درست گفته که بچم اوچات اولاد خود چه میگه خوب باید چی گفته تمام بعد تمام شد این پلکتین کشید الان با میدونی چی یک چای گم کرد برا علم خود برا که داشت خاطری تو نباشه میرم یکشو برا گم کرد توبه کردم بزی با بایتری رحمه این بزی 4 ماه شبکه آخه اول خیلی بود بای خیلی این لبای خیلی میستم توبه الان با میدونی چی خوب یک نفر آدم قشلاق اومده در شهر زندگی میکنه رو میدونی همسایه خودت در بالجمون زندگی میکنه در یک طرفی سر خسار خوب بزار شدم زندگی خونه و در فروخته گاو مولا اومده در شهر خونه که خریده سکسی اومده بگو سکسی اومده آخی خای انا جوره یک ماه زندگی میکنه یک ماه پس صاحب خونه رو میبینه میگه ای برادر تو خیلی انسان چی به خونه تا اومده فروختی حجت خونه تا نفروختی میگه ای برادر همین سکسر حجت خونش در درون شه آخی میگه بیا بره من نشون بده ما چپان بچه میگه جو میدونم بیا نشون بده میگه که نه برادر
اینا بالکن اینا کخلی اینا وانه اینا حجت خونه چوپان بچه ها میتازم ببینه میگن این حجت خونه میگن ها میگه یک ماشین داره چشمه گفته یا آن خورده سر آدم هم میخواد بکشیده میگم که 3 روز جورا بزمه دم نداره چه؟ همه بزمه حتای خود در اومده هم دم شبری ده دکنی منات کشل کجا abi ها ne bakşida ها خودت ریش نداره چی علامت کدای ای بابا جان میدونی برای صحنه هنر کنه میخونه تکون میده چی؟ تکون میده این چی ده پای با تکون میده مونس ابراهیم رنگ خنک ملایم یک قرصک بزنه برای صحنه هنر مونس ابراهیم بله زنده باشه بز تبخا Akay dus bro, ma hami sem alaka da gaşla mumda şina varasıga. Oferini tu ki amma hami malaka tora gaşi cahondida kadikta. او مو همین میگن جهان دیده باشه جهان خوردن مو همین رو پیشه کردیم و تمام دنیا رو گشتیم نه یه اروپا ما نه یکم جا همه جاش گشتم با پلوسی مایل گشتن راست پیش رونالدو رفتم رونالدو رو دیدم خیلی مسی مده و معقول است برام خنده رفتم بای حبیب بود که حبیب نورمگامدوف همونجا رفتم خاطر اونو کانر میزنه که خیلی وای میکرد دیگه او جنگ شونو تماشا کردم دیدی چه جنگ شی یا که ملیسا کاشیر بی دیگه مال همش با ملیساشونو میدونی چی میگن شریف رنگ یهونی خمو میگن شریف میگن شریف اوه شریف برادر برای یهونی نباشه. نه همون نگه رنگ یهونی شریف میگن ملیساشونو شریف میگن این ملیسای پراسای خاطر کوچه میگن کو هم میامورو شریف میگن این ملیسایی که مایور پالکونیک کلون تراکش یعنی اون رو چی میگفته باشن؟ این ملیسای مایدشه که شریف بگن اون ملیسای کلوناشه حکیم همه شریف سربالا باشه زنده باشه همه خربان وقتی که دانشجو بود در شنبه ساعت 12 شب مست داره رفته است یکی طرف اسفندیار میگه که هی اینا دیسکاتیک بیاریم رقص میکنیم خلاصا میرن 2 ساعت رقص میکنن 2 ساعت پاش خربان باهاش میاد نگاه میکنه در تای سویتافور رقص کسیم یک قرصک میزنیم زنده باشه سربالا باشه کم شوخی کرده گام میزنیم یک قرصک دیگه میزنیم مرحمت دامو درس رازنیم با کروزه خیش نشینه کم شوخی کرده گام میزنیم زنده باشه قرصک سوز حالا یک قرصک برک میکنیم دیگه بچه‌کو یا طرف دخترک یا طرف قرصک برک حالی سراسیمه نشن سراسیمه نشن حالی یک قرصک برک میشه اگر دخترها و بچه‌ها اگر دخترها جای یکم میگیره بچه‌ها کلوچای دخترها اگر بچه‌ها جای یکم میگیره دخترها سیگارتی بچه‌ها احترام خوش بگین گل دخترک و خواهرک و مادرک و یک قرصه باری بچه‌ها رفتیم میبخشی برچه من نربادا نگفتم بود شروع نرحمت هیورای 30 تا کش خدی رفتیم زنده باشین سربان باشه کم شوخی کرده گم بزنیم قربان وقتی که میای خانه شده میدونه کم مست های با پدرش میگه آخه قربان جان من کجای خواستگاری میرم هیچ که دخترش نمیته اما میگه که بچه تو مای مینوشه عرق بخوره شراب بنوشه فلان بهمدون کجای میرم نه بچه تو نمیشه خلاصه عقلا 1 سال ننوشاخی مردم بگه که خیلی سال سیده بس کرده من جا خواستگاری برم دخترش بوده قربان میگه من یا تجربه من دیگه پگه عموما نمینوشم خلاصه پگه شب میشه ساعت 12 شب حتی حسیفا شب نشین داشته میزنم مست ساعت 12 شب میاد خانه ده میدونه که پدر مادرش خواب آز تاگ میدونه میگه که حرمت چکل کنم که پدرم نفهمه آز تاگ کخنی میره که میبینه خربوزه موندگی قربان مست میگه من خربوزه رو میکشم میخرم پدرم سهر بینه میگه که آه بچه می شب مست نیامده هشار بوده خلاصه خربوزه رو میکشم میخرم میره خواهم میره سهر پدرش میگه قربان جان این ناشرگی چرا با مست آمدی میگه نه پدر جان من شب هشار بودم آه چخیلی هشار بودی چخیلی اثبات بکنی که هشار بودی میگه پدر جان من ساعتی 12 شب آمدم خواب شما خواب بودی کخلی ده دیدم یه خربوزه ماندگی کشتم خوردم اومدم خور رفتم این ناشرگی چرا طور فرزنده خربوزه در بالکن بود شما تو کدو را خورده ای یک خرسک میزنیم زنده باشه شوخی کرده گام میزنیم اینطور که همیشه خرسندی باشه یک فهم باشه مهر باشه محبت باشه ولی از زمانه ایش دیگه که مردم بازار ده میدونیم مولای خیتوی چخل بیسوش دیگه هم من میخرم میپوشم اهمیت نمیده که چی ده ایسان دیگه وای ما کده رفته است کلوان ده
یا پاتسانا کدیده پوشیدگی پیش در خیتوی نویسندگی گفتم ای برادر تو میدونی که چی نویسندگی ای نامی فیرما گفتم این نامی فیرما نیست اینا بخونو پروات کنم بتم تا گفت که ها بخون نویسندگی دوجا خونه پی نویسندگی آجا مازا پروات کردیم نویسندگی که این فوتبال کا برای زنکای میلادو یا قرضای میزنیم زنده باشین